پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته‌اند: سيأتي زمان على أمتي زمان‌های فرا می‌رسد برای امتان من، برای جماعت من، برای آنهایی که مرا پیروی می‌کنند، آنهایی که به من ایمان می‌آورند، آنهایی که خود را مؤمن و مسلمان می‌نامند. امتان من، زمانی که نماز به طور درست خوانده نمی‌شود و زمانی که در هر طرف بناهای بلند پهن می‌شوند، زمانی که آدمان در هر چیز به نام الله پای هم قسم می‌خورند ولی قسم خود را می‌شکنند، زمانی که آدمان یکدیگر را بسیار لعنت می‌کنند، پرخوری و زنا بسیار پهن می‌شود، آدمان نسبت دنیای آخرت به اهمیت می‌شوند، آدمان آخرت ابدی خود را با شکوه و حلاوت این دنیا عوض می‌کنند. آدمان دنیا پرست می‌شوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: فإذا رأيت ذلك فالنجاة النجاة. اگر شما این زمانها را دریافتید، نجات بجویید، نجات بجویید. از همه آنها راههای نجات را پیدا کنید. این آسان نیست، ولی ما باید از همه اینها دوری بجوییم. در حدیث دیگر شخص می‌پرسد: یا رسول الله، چی معنا دارد نجات جستن، پناه جستن؟ با این گفته ها چی را در نظر داری؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم این گفته ها را چنین شرح داد: یعنی در خانه هایتان بمانید و دهان را پوشیده بدارید، زبان و دستان خود را از منع کرده های الله احتیاط کنید تا دمی که مرگ به سراغ شما نآید. و زمانهای از این بد نیز خواهند آمد برادرانم، وقتی آدم تا درجه آشفته حال می شود از آن چیزهایی که در این دنیا رخ می دهند، از آن چیزهایی که در این دنیا می بیند و می شنود، که او دیگر نمیداند چی کار کند، به کجا برود و با کی باشد. از همه چیز و همه کس پای هم خود را احتیاط می کند. حتی در خانه نشسته از همه دوری می جوید تا که دچار بدی نشود. می خواهد کاری خیر بکند ولی به کجا برود؟ از بدی ها گریختن می خواهد ولی در هر طرف بدی است. بسیاری از جوانان مرا میپرسند که چرا اسلام همه چیز را حرام 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 میگوید؟ این فکری غلط است. اسلام همه چیز را حرام نمیگوید، ولی وقتی که در اطراف این قدر فاسقی و ناجایزات موجود است، به نظر آن گونه میرسد که گویا در اسلام همه چیز حرام است. از بس که ما در زمان زندگی داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم آیدش گفته است که گناه ها به طور خیلی آسان عملی میشوند و خاکساری از بین میرود. این به آن آورده رسانیده است که جان آدمی خیلی بی‌قدر شده است، ارزش آن گم شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفتند: آدمان نماز را به طور درست نمیخوانند. نماز آدمان ارزش خود را گم میکند. نماز 5 وقته خیلی با شتاب خوانده می شود، بی‌پروایانه خوانده می شود. نماز برای آنها مهمیت خود را گم می کند. اگر در سر راه پل باشد، آنها نماز را در وقتش نمی خوانند. اگر پسر جوان با دختر جوان واخوردن بخواهد، صحبت کردن بخواهد و اگر وقت نماز شود، پس اون نماز را می گذارد. اگر امکانیتی به دست آوردن مبلغ باشد، پس نماز آخرین چیز می شود که به فکر آدمان می آید. یک برادر به من گفت: من با سبب کار به نماز جمعه رفتن نمی توانم. من از او پرسیدم: پس تو کوشش کردی که بهر آن وقت پیدا کنی؟ گفت: نه، اسلام کو به من تأمین کردن خانواده ام را مقرر کرده است. پاسخ این آشکار است. اگر الله به تو عائله عطا نمی کرد، تو از اول صاحب عائله نمی بودی. تو ناشکری کرده از الله روی گردانیده ایستاده ای. به غیر از او به کسی دیگر اعتماد کرده ایستاده ای. آنهایی را که به غیر الله دیگران را به خود پشتیبان گرفتند، الله در قرآن به مثل تارتنک در تار برابر می کند.